با سلام خدمت همه عزیزان. سال نو رو به همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. امیدوار هستم که تعطیلات کریسمس به همه شما خوش گذشته باشه. دوستان عزیز، خواستم از همه شما در سالی که گذشت برای زحماتی که کشیدید تشکر بکنم. امیدوار هستم که در سال جدید در کنار همدیگر بتوانیم همدیگر رو ببخشیم، قضاوت قرار ندهیم و بتوانیم روزهای خوبی رو در کنار هم داشته باشیم. من میخواهم از همه کسانی که در کافه کلیسا کار میکنن، خدمت میکنن تشکر بکنم. از محبت شما سپاسگزارم. همه ما نجات پیدا کرده ایم. با نام عیسی خداوند در این کلیسا خدمت میکنیم. بیایید در سال جدید در کافه کلیسا از کسانی که به کلیسای ما میان، مهمانانی که میان، محبت بکنیم و آنها هم نجات پیدا کنند. تشکر میکنم از همه عزیزانی که برای بازسازی کلیسا زحمت کشیدند. از همه شما عزیزان ممنون هستم. تشکر میکنم از کلیسای ارفورد که این فرصت رو به ما داد که بتوانیم خدمتگزار عیسی مسیح باشیم. ممنون هستیم. از مردم آلمان که به ما محبت کردن سپاسگزاریم. دوستان عزیز، من میخواهم که در پایان از کتاب مقدس لوقای 8 آیه 22 بگم. عیسی مسیح و یارانش سوار بر کشتی میشوند. در میانه راه طوفان فرا میرسه. یاران عیسی مسیح تمام تلاششون رو میکنن، نمیتوانن خودشون رو نجات بدن. عیسی مسیح که در انتهای کشتی در حال استراحت بود رو صدا میزنن و عیسی مسیح به آنها نگاه میکنه و میگوید ای کم ایمانان، ایمان شما کجاست؟ و طوفان رو آروم میکنه. دوستان، ما هم اگر در شرایط سخت زندگی قرار گرفتیم، در طوفان سخت زندگی قرار گرفتیم، با ایمان خود میتوانیم خودمان را نجات بدهیم. دوستان، سال نو مبارک.